دادگاه بریتانیا تصدیق کرد که دخترهای الهام علیف پرزیدنت آذربایجان با احتمال قوی در پولشویی دست دارند. در این باره نشریه د گاردین روز 21 دکبر خبر داد. کوشش لیلا و آرزو علیوه ها برای خریداری املاک لوکس با مبلغ 60 میلیون فوند استرلینگ شبهه مفتشان را برانگیخت. با نوشته د گاردین سخن از باب 2 خانه در منطقه نایتسبریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکینگهم ملکه بریتانیا بنیاد شدند. دخترهای الیف می‌خواستند برای به دست آوردن خانه ها از شرکت آفشوری استفاده کنند که حقوقدان بریتانیایی خالد شریف از شرکت موسک فونسیکا خریده بود. معاملات سال 2016 بعد نشر اوراق پاناما و تحقیق فعالیت موسک فونسیکا لغو شد. در این زمینه خانواده علیف به دست داشتن در شستشوی مبلغ‌های بزرگ گمانبر شد. گفته می شود که دادگاه خالد شریف را برای تفتیش نکردن منبع پولهای علیوه ها به پرداخت 45,000 فوند استرلینگ موظف کرد. بر پایه قانون‌های بریتانیا این گونه تفتیش‌ها حتمی هستند اگر مدعی خریدار املاک در این کشور به گونه‌ای به سیاست ربط داشته باشد. با معلومات تفتیشات شریف این کار را نکرد و تنها به یاورش دستور داد که نویسد دختران الیف به سیاست ربط ندارند. سال 2016 بعد فاشکاری‌های اوراق پاناما و بازجویی موسک فونسیکا، خانواده الیف به استفاده شبکه شرکت‌های آفشوری برای خرید خانه در لندن، مسکو، دبی و پراگ گمانبر شد. بنابر تلگرام دپارتمنت دولتی ایما از سال 2010، دیپلمات‌های آمریکایی در باکو آذربایجان را دولتی فئودالی نامیدند که اقتصادش قریب پوره از طرف آدمان مربوط به الیف اداره می شود. الهام علیف قدرت آذربایجان را سال 2003 بعد مرگ پدرش حیدر علیف که سالها رهبر این کشور بود به میراث گرفت.